دوستی نوشتن که از گناه خسته شدن، اگر یک بار روزانه توبه کنن 10 بار آن رو میشکنن. راه حل چیست؟ یک بار توبه کردن 10 بار شکستن. بر صورت شاعر میگه که این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازآیی. و الله سبحانه و تعالی میگه فبشر عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای کسانی که، ای بندگان من که در گناه اسراف کردید، زیاده روی کردید، از رحمت الله سبحانه و تعالی ناامید نشوید. خداوند همه گناه ها را میبخشد. الله متعال همه گناه ها را میبخشد. شما مادامی که توبه کردید و باز دوباره گناه انجام دادید، باز دوباره توبه بکنید، اما نیتی نباشد فریبکاری باشد. خدای من الان توبه‌مو میشکنم بعد فردا دوباره توبه میکنم. نیت این نباید باشد. نیتتان این باشد که دیگه این گناه رو تکرار نمی کنید، دیگه این عمل زشت رو تکرار نمی کنید. اگر این نیتتون باشد، الله سبحانه و تعالی چیکار میکند؟ به شما توفیق میدهد که از گناه دوری بکنید. یکی از اسباب گناه در انسانها همنشین‌های بد هست. الان شما این نامه رو برای من نوشتید، این پیام رو فرستادید، یقین دارم که شما همونطوری که نشید از گناه خسته شدید، دارید احساس نفرت میکنید از خودتون، ناراحتید، افسردید که چرا گناه کردیم. از دوستان بد دوری بکنید. یکی از اسباب گناه دوستان بد هست، همنشین بد هست. جالب است به چیزی رو به شما بگم، بعضی از انسانها در این دنیا مثل گناه هستن. هر چقدر از اونها دوری بکنید احساس آرامش میکنید. از دوستان بد دوری بکنید، الله سبحانه و تعالی به شما توفیق میدهد اگر صادق باشید، توبه صادقانه بکنید. با هر کی رو میتونید در این دنیا فریب بدید، اما خدا رو نمیتونید فریب بدید، چون خدا دل شما رو خبر داره، درونتون رو خبر داره. ذکر الله رو بکنید، استغفار بکنید، درود به پیامبر بفرستید، نمازهاتون رو ترک نکنید، نیمه های شب بلند شید، نماز تهجد بخوانید و یقین بدانید که الله سبحانه و تعالی شما را از گناه دور میکند.